سلام علیکم. امروز 11 اکتبر سال 2025 با مرضی شما پیشنهاد میکنم همین مویز ها رو. من مویز ندارم، مویز نمیفروشم، لیکن من نشون میدم چگونه مویز پروری در تاجیکستان کردن ممکن است. از کدام نوعش مویز هایی که در پیش شما میبینید، این دو تا شما از سوپرمارکت خریدم. اینش رو از اکای عثمان از اروتیپا آوردم. این طرفشان مویز سویاگی کشمش اروتیپا می باشد. بنیهاد مویز بهترین، فقط دانش میده تر. این 25-30 سوم بازار دام ایستاد. اینش رو ما از انورخا از خوجند آوردیم. انگوری مرسدس مویز کردگی. اینا رو ما شوشتیم. خب چند بود هر دو. این دانه دارد در همین وقت بگمانم 25-30 سومونی می رود. این مرسدس اینش 124-125 سومونی در سوپرمارکت می استد. بینید این چه خیلی است. و باز 106 سومونی در سوپرمارکت اینش می استد. اینا دانه هایش گرفتگی. اینش از سوپرمارکت بود، نرخش 106-107 سومونی. اینش بگمانم که مویزی گیگانتی سعودیانه خودمون باشد. انا این مویزی انگوری خونه من آلویکا. این مویزه بینید، کلونیش رو بینید. من این بعد این کلون تر میبیاد. مرسدس دوتا مرسدس یا تا آلویکا میشود. اینم دوتا شکتا میشود. این منقطی اینم دوتا شکتا میشود، چون که این غاوز کلون این بوریک پیشینده. من کلونش موندم. من اینو که عموما 5 تا شکتا این میبرد. این اروتیپا اینش هم 3 تا شکتا میشود از اونی سوپرمارکت. من چی گفتنی هستم؟ از همه آلویکا چند نیهول داریم؟ 40 تا نیهول داریم. این دونه دارد در شیرینی، در مزه. من این دونش رو البته میگیرم. دونش رو وقتی که میگیرن انخیل مویز فروش ها باز انخیل کنه میمونن. نه معلوم شد. دید بدونه شد. با من این رو آویزون نکرده خوش کردم. هم خیلی در زمین پرتفته گفتم. این 40 نیهولش است. خود بسم الله الرحمن الرحیم یک خورده بینیم همین رو کنی مزه هاش رو. ها دونش رو گرفتیم. اکنون بسم الله الرحمن الرحیم خورده میبینیم. به نهایت بهترین مویز، اگر این مویز 125 سومونی ایستادگی باشد در بازار، این رو دونش رو گیرد. اگر آلویکا رو بدونه کده فروشد، اگر فکر میکنم 200 سومونی به ملال در بازار مویز فروشو میفروشند. این بینید، من بالای دستی من بینید نیمی چلیکی من میستد، نیمی انگشتی من میستد. یعنی که من پیشنهاد کردنی هستم که کدامی باغ‌های مرس دارد و مویز میکند، باقی آلویکا کردن در کار. باز من باز مرسش رو میخورم و شما میگویم دونش رو اول گیرم که کدام شیرین است. مرس یک بعد از وی دارد یک مزه بعد از گزیدن دارد، پس مزه دارد. این مویزه شیرین انگور دارد. این راست یک مرس به من معقول نشد. همون پس مزهش معقول نشد. این پس مزه ندارد. این هم شیرین انگوری عادی. این سعودیانه رو بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این رنگ زدگی
و این نمیبرد فکری ما خواهی کن با هر آدم هر قدر مردم معقول است مایزی قیمتش رو میچشیم قیمتی بزرگ رو میچشیم ولی قیمت در حقیقت با مزه شیرین است از الویکادری و شیرین‌تر خیلی مویزی اوریتپا این به هم تو فقط انقدر که بیچاره مایده هست این بهترین مویز است بهترین مویز لیکن دیخوانی که میخواد پول کند مویز قیمت فروشد از این درخت میکند از این باغ میکند این ببینید خب این وزبینده برای دیخوان کیلوگرم هم لغت کردنش نقص این ببینید دیدید چقدر این کلون این ببینید انا این کیلوگرم لغت میکند همدوران عزیز من 40 نیهول از این دوریم کدام خریداری کند اگر من همه میگیرد و فکر میکنم من از این 3 تا پرتستم دهنم ده برای چی؟ حوضی من حس کردم از این 1 تا برای که 1 تا این 3 تا این میبروید دهنه دو از این 3 تایی پرتستم میشد نیم دورون عزیز این شیرین تر است نظر بابای حوضی من 1 دیگه اخرم خوردم این شیرین است چون اون شیرین است که و این بر وقت هم میپزد با انگورش در بزرگ قیمت است همین قدر انگوری کلون میتید شیرینی با مزه الان دوران عزیز این نشان دادم من به شما اساسا خواستم همین مویزی الویکا رو به شما معرفی کنم که دانید که همین خیلی انگور هست همین خیلی مویز می شود و خوشای خودش هم تر و تازه خوردنش هم به نهایت براحت است من مرحمت اگر از الویکا گلستانی باشید 40 دانه داریم مویزی با فروش میبروریم نیهالش رو نمیدونم چند پولی گفته بودیم 100 سوم؟ بیا نیهال این رو ما 20 نداریم 40 دانه داریم 100 سومونی سلویند زیاد شود بعد این هم 50 سوم 40 سوم 30 سوم 20 سوم میفروید خدا خواهد الان هم دیارون عزیز در پناه خدا باشید با کدام اگر نیهال انگور در پول باشد ما رقم تلفن رو میمونیم مراجعت کنید خدا نگهبان شما باشد